سلام، من علیرضام و خوش اومدین به سومین ویدیو از یوکاپ. آقا جنگ را افتاده. تو فوتبال اروپا جنگ را افتاده. خط حمله‌ای که تیم‌های مختلف چیندن قراره بهمون نوید یک فصل جذابی رو بده. مخصوصاً تو لیگ برتر انگلیس. 4 تیم اول لیگ برتر انگلیس تو بازار نقل و انتقالات به شدت فعال بودن. از لیورپول بگیرید با هزینه‌ها و خرج‌های سرسام‌آور و واقعاً کهکشانی تا چلسی که دوباره داره نرم وارد بازار نقل و انتقالات میشه و مثل پارسال هزینه زیاد و خرج‌های کوچیک و بزرگی رو انجام میده. تو این ویدیو به بهانه پیوستن ویکتور گیوکرش به آرسنال و قطعی شدن انتقالش میخوایم از تیم آرسنال شروع کنیم و در ویدیوهای آینده خط حمله تیم‌های لیگ برتر انگلیس، رئال مادرید و بارسلونا رو بررسی کنیم و ببینیم این تیم‌ها با بازیکنان جدیدی که جذب کردن قراره تو فصل آینده چیکار کنن. با من همراه باشید. آرتتا بالاخره به اون بازیکن و به اون مهاجمی که می‌خواست رسید و پازل نقل و انتقالاتی این فصلش رو تکمیل کرد. ممکنه خریدهای دیگه‌ای هم داشته باشن، مثلا همچنان گمانه‌زنی‌های درباره اومدن ابریچی ازه بازیکن کریستال پالاس هست، اما آرسنال کاری که می‌خواست بکنه رو توی این نقل و انتقالات انجام داد و با خرید آخرین مهره و یک جورایی میشه گفت مهمترین مهره نقل و انتقالاتی خودش یعنی ویکتور گیوکرش بازار نقل و انتقالاتیش رو در سطح کلان بست. یه مهاجم همه فن حریف، مهاجم گلزن، 97 گل تو 3 فصل اخیر زده تو 102 بازی، واقعا یه مهاجم زهردار و از همه لحاظ چه هدزنی، چه حمله توپ، چه شوتزنی، چه پنالتی و هر کار دیگه و چه جنگ با مدافعین حریف میتونه تیم رو کمک کنه. حالا ببینیم آرسنال با اضافه شدن گیوکرش که میشه یه جورایی گفت تنها مهره‌ایه که به خط حمله این تیم اضافه شده اگر نونی مادوکر در نظر نگیریم به عنوان بازیکن تعویضی یا حتی ابریچی ازه که قراره بیاد و اون هم یه جورایی تعویضی هستش، قراره با چه فرمتی بازی کنه. ببینید برای آرسنال اگر دروازه‌بانش، 4 تا مدافعش و 2 بازیکن هافبک که مثلا مارتین زوبیمندی و دکلان رایس رو ما به عنوان خطوط قبل از حمله در نظر بگیریم، خطوطی که پشت مهاجمین بازی میکنن، 4 تا انتخاب داره برای خط حمله خودش که این 4 تا انتخاب رو میتونه از بین بازیکن‌های بوکایو ساکا، ویکتور گیوکرش، کای هاورتز، لاندرو تروزارد، گابریل مارتینلی، ایتان انوانری، نونی مادوکه، مارتین اودگارد و گابریل ژسوس انتخاب کنه. من مارتین اودگارد رو همراه با این مهاجمین در نظر گرفتم چون واقعا اون یه خط جلوتر از اینا بازی میکنه و نمیشه به عنوان یه هافبک باکس تو باکس مثل دکلان رایس یا هافبک دفاعی مثل مارتین زوبیمندی در نظر گرفته شه. خب حالا با این 4 تا بازیکن آرسنال چه ترکیباتی رو میتونه بچینه؟ اگر بخوایم ترکیب اصلیش رو در نظر بگیریم مشخصه. ویکتور گیوکرش به عنوان نوک حمله قرار میگیره. یه مهاجم زهردار که میتونه با حمله توپش، میتونه با عقب اومدن به عنوان یک فالس ناین، میتونه با گلزنیش به عنوان یک مهاجم نوک و با هدزنی به عنوان یک کسی که از طرف وینگرها تغذیه میشه تیم رو به گل. در دو طرفین سمت راست کاملا مشخصه. بوکایو ساکا بازیکنی که واقعا به اون پختگی لازم رسیده، فصل پیش نشون داد که چه بازیکن بزرگیه و این فصل اومده با قهرمانی توی لیگ برتر انگلیس خودش و تیمش رو به همه دنیا ثابت کنه. اما سمت چپ همچنان گمانه‌زنی‌هایی هست. یه سریا میگن اصلا مارتینلی میخواد بره، تروزارد میخواد بره، اما یا مثلا ابریچ ازه میخواد اضافه بشه، نونی مادوکه میتونه اونجا بازی کنه. اما مسئله‌ای که هست طبق فصول پیش و طبق سنتی که بوده تو آرسنال، با توجه به اینکه واقعا کیفیت بالاتری هم نسبت به بقیه داره، گابریل مارتینلی قرار میگیره تو سمت چپ و 2 تا وینگر چپ و راستمون مشخص شد. پشت سر اونها هم مارتین اودگارد به عنوان یک شماره 10 و به عنوان بازیساز تیم و رهبر خط حمله آرسنال پیش میره. خب پس این شد ترکیب اصلی خط هجومی آرسنال. حالا بیایم احتمالات دیگر رو بررسی کنیم که آرسنال میتونه به چه طرق دیگه‌ای بازی کنه. از نوک حمله شروع می‌کنیم. به نظر من ویکتور گیوکرش کمترین تغییر رو تو طول فصل خواهد داشت چون هیچ کدوم دیگه از اون مهاجمان آرسنال یعنی گابریل ژسوس و کای هاورتز نمیتونن نقش اون رو تکرار کنن، نقش اون رو بازی کنن در واقع، و اون خودش تنهاست و در مواردی که حالا نیاز به سیستم چرخشی باشه، خسته باشه، بازی‌ها از اهمیت کمتری برخوردار باشن یا توی رقابت‌های دیگه مثل جام اتحادیه و اف ای کاپ باشه، خب از این 2 مهاجم دیگه میشه استفاده کرد. نکته‌ای که هست به نظر من همچنان کای هاورتز یک مهاجم نوک نیست. درست فصل پیش یا 2 فصل پیش ازش استفاده شد، اما خب آرسنال یه جوری مجبور بود. دیدین که کای هاورتز هم فصل پیش مصدوم شد، از میکل مرینو که یک هافبکی استفاده شد به عنوان مهاجم نوک و یا حتی یه مقاطعی از فصل تروزارد هم به عنوان مهاجم نوک بازی کرد که البته خب اینها در نقش فالس ناین و ساپورتر بودن و یه خط عقب‌تر می اومدن تا وینگرها بتونن از کنارین
به داخل نفوذ کنه. پس ویکتور گیوکرش کمترین تعویض رو به نظر من خواهد داشت و اگر بخواد تعویض بشه ترجیحاً با گابریل ژسوسی که بتونه از مصونیت برگرده و روی فرم باشه. اما کای هاورتز به نظر من یه گزینه تعویضی خیلی خوب برای مارتین اودگارده. مارتین اودگارد معمولاً در طول فصل واقعاً کسی رو نداره که بتونه جایگزینش بشه. یه ویرایی بود که خب اونم رفت و الان دیگه عملاً کسی جز کای هاورتز نیست که بتونه اون نقش رو بازی کنه، بتونه شماره 10 باشه، حمله کنه، گل بزنه، پاس بده و حتی کای هاورتز میتونه با توجه به قد بلندی که داره بره و مکمل گیوکرش بشه و از سانت‌های از طرفین چه توسط ساکا، مارتینلی، تیمبر و مارتین لوئیس اسکلی از روی سر هم گلزنی کنه. پس به نظر من با یک خط عقب‌تر اومدن هاورتز مشکل هافبک تهاجمی تعویضی هم در تیم آرسنال حل میشه. ایتان انوانری که اخیراً قراردادش رو تمدید کرد و به عنوان یکی از اقدامات مهم آرسنال توی بازار نقل و انتقالاتی این فصل به شمار میره، علاوه بر این که میتونه به عنوان یک وینگر راست بازی کنه، میتونه در خط هافبک به عنوان یک بازیکن میانی هم به میدان بره. اما خب ما توی این ترکیب به عنوان یک وینگر در نظرش میگیریم، یعنی کسی که میتونه با ساکا تعویض بشه. اما خب حالا آرسنال یه گزینه دیگه هم داره، نونی مادوکه خوبیش اینه که میتونه هم سمت چپ بازی کنه و هم سمت راست بازی کنه و با توجه به سرعت بالایی که داره میتونه هم به داخل کات بزنه و همین که از طرفین سانت کنه یا پاس بده به مهاجمین مرکزی. اما این مسئله که قرار سمت راست بازی کنه به این علته که سمت چپ آرسنال دو تا وینگر آماده داره، گابریل مارتینلی و لئاندرو تروزارد. این دو سبک بازی و استیلشون با هم متفاوته اما تاثیرگذاریشون تو تیم آرسنال یکسانه. یعنی گابریل مارتینلی میتونه با قدرت دریبل زنیش و سرعتش تیم رو کمک کنه و از اون سمت هم تروزارد با هوش بالا و خلاقیتش و همچنین تجربه بالایی که داره میتونه اون سمت از زمین رو هندل کنه. خب پس حالا آرسنال دیگه یک توپخانه مجهز رو در خط حمله خودش داره. ویکتور گیوکرش به عنوان مهاجم نوک و مرکزی که اگر نباشه گابریل ژسوس و کای هاورتز میتونن اونو پشتیبانی کنن. در سمت راست بوکای ساکا رو داریم که همیشه در سطح بالای قرار داشته و مصدوم نشده. اما اگر به هر علتی حتی تغییرات تاکتیکی بخواد یکی دیگه به جاش بازی کنه، ما ایتان انوانری و نونی مادوکه رو در اون سمت داریم. گابریل مارتینلی و لئاندرو تروزارد که در توی فصول پیش به کرات به صورت چرخشه با هم دیگه استفاده شدن و یک خط عقب‌تر هم مارتین اودگارد و کای هاورتز میتونن هافبک‌های هجومی تیم آرسنال باشن. با این خط حمله ظاهرا به نظر میاد که آرسنال دیگه مشکل گلزنی فصل پیش رو نداشته باشه و با توجه به خلاقیت و مهاجمای بالایی که داره دیگه نیازی نباشه گابریل و سالیبا بیان از روی کورنرها گل بزنن. تو ویدیوهای بعدی خط حمله تیم‌های دیگه و آپشنایی که میتونن داشته باشن رو با هم بررسی می‌کنیم. تیم‌های مثل لیورپول که ظاهرا قرار تغییراتی توش صورت بگیره، یعنی ممکن حتی الکساندر ایساک با انتقال تاریخی به لیورپول بپیونده و از اون سمت هم دیاز بره به بایر مونیخ. چلسی که ظاهرا شنیده میشه قرار ژاوی سیمونز رو به خدمت بگیره. منچستر سیتی که چندین عنصر تهاجمی جدید به تیمش اضافه کرده و از اون سبک سیستم قدیمیش داره جدا میشه. و رئال بارسا که هر کدوم بازیکن‌هایی رو تو پست‌های تهاجمی مختلف خریدن. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. خوشحال میشم که برای حمایت رایگان از من سابسکرایب کنید و لایک کنید و به نظر شما آرسنال چه ترکیبات دیگه‌ای رو میتونه بازی کنه، چه بازیکن‌های دیگه‌ای رو میتونه به زمین بیاره؟ مثلا میکل مرینو به نظر شما همچنان در پست تهاجم بازی میکنه با این وضعیت ترافیک خط حمله آرسنال یا نه اتفاقات دیگه ممکنه بیفته؟ شبتون خوش، خدا نگهدار.